چطور بفهمیم که یه نفر از ته قلبش ما رو دوست داره؟ چطور بفهمیم یکی واقعا عاشقمونه، عاشق واقعیمونه؟ خیلی وقتا خیلیاتون این سوال رو ازم میپرسید. سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه و کارها به کامتون باشه. هر آدمی واسه خودش یه خط قرمزایی داره، یعنی یه جاهایی نقطه استاپشه، یعنی از اونجا نباید رد بشی. حالا اگر شما پارتنری دارید، همسری دارید، رفیقی دارید، چطور بفهمید که اون آدم رفیق صمیمیتونه و واقعاً از ته 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 دلش دوستتون داره؟ اگر یه روزی سهواً یا عمدن از اون خط قرمز رد شدید، اون آدم بتونه خودش رو کنترل کنه و رفتارش با شما خیلی متفاوت نشه. ببینید، همه ما مود ثابتی نداریم. یه وقتی ممکنه خسته باشیم، یه وقتی ممکنه غمگین باشیم، یه وقتی ممکنه خیلی سرحال باشیم. وقتی که من حالم خوبه، تو هم حالت خوبه، که قربون صدقه هم رفتن چیز عادیه، خیلی واو و خارق‌العاده نیست. وقتی که من یه چیز بگم که از خط قرمز تو رد بشم، اون وقت اگه تو رفتار مناسبی با هم داشتی، اون وقت اگر تونستی درکم بکنی و اون وقت اگر باز هم با هم مهربون بودی، یعنی خیلی دوستم داری. اینو همیشه مد نظرتون باشه. خیلی مخلصیم. خداحافظ.